دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد سیف‌الدین آسیمی دارای 7 فاکولته بوده، از جمله آنها فاکولته ساختمان و معماری می باشد. در فاکولته ساختمان و معماری آماده نمودن متخصصان بلند اختصاص از روی سمت‌های ساختمان صنعتی و شهروندی، ساختمان زیرزمینی و شاخته‌ها، برای لایحه‌کشی و کنسترکتوری، معماری و شهرسازی، استحصالی و تکنولوژی براه مانده شده است. متخصصان فعالیت علمی تحقیقاتی را از روی 7 رویه که 10 اختصاص ساختمانی، 2 اختصاص معماری، 1 اختصاص اقتصادی و 1 اختصاص اداره کنی مقامات محلی را براه مانده اند. رویه ساختمانی بناها و انشاءاتها از اختصاص‌های زیرین 70201 ساختمانی صنعتی و شهروندی، 7020105 لایحه‌کشی بناها و انشاءات، 70202 تشخیص و اداره اموال غیر منقول، 7020106 ساختمان زیرزمینی و شاخته‌ها. رویه سیستم‌های خواجگی آب و تامین گاز و گرمی از روی اختصاص‌های 7040201 سیستم‌های تامین گاز و گرمی و ونتیلیاسیا، 7040301 سیستم‌های تامین آب و آبپرتوها، 70404 استفاده عاقلانه و حفظ ذخیره‌های آبی. رویه مصالح ساختمانی، مصنوعات و ترکیب از روی اختصاص 70101 استحصال مصالح، مصنوعات و کنسترکسیون ساختمانی. رویه معماری از روی اختصاص‌های زیرین 690101 معماری، 690109 دیزاین محیط معماری. رویه گیودزیا و خریطه سازی از اختصاص زیرین 560202 گیودزیا و خریطه سازی عبارت می باشد. رویه اداره دولتی از روی اختصاص 260101 اداره مقامات محلی عبارت می باشد. رویه اقتصادیات و تشکیل استحصالات از روی اختصاص 2701017 شکل اساسی آماده سازی متخصصان در فاکولته تحصیل بکالوری و ماجستراتورای روزانه بوده، تحصیل غایبانه و فاصلوی نیز براه مانده شده است که خواهشمندان می توانند معلومات عالی ساحه ساختمان، معماری، اقتصادی و مقامات محلی را بی جدا شوی از استحصالات صاحب شوند. در این حال در فاکولته زیاده از 2050 نفر دانشجویان شعبه روزانه، 156 نفر ماجسترانتان و زیاده از 460 نفر دانشجویان شعبه غایبانه و فاصلوی تحصیل دارند. روند تعلیم از طرف 85 نفر استادان از آن جمله 8 دکتر علم، 43 نامزد علم و معلمان کلان و اسیستنتان پیش برده می شود. رمز دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمی محمد سیف‌الدین آسیمی در مرکز ملی تستی 104. مرحمت به دانشگاه ما.